سلام عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیز. چند روز پیش متاسفانه صدای جیغ یه خانوم یه دفعه اومد، خیلی هراسان جیغ میزد توی خیابون. دویدم رفتم ببینم چی شده. یه موتوری متاسفانه گوشیشو زده بود و فرار کرده بود. کاری از دست اون بر نمی اومد. فردای همون روز دوباره دقیقاً تو همون لوکیشن همین اتفاق افتاد. یه موتوری دیگه، یه گوشی دیگه، یک خانوم دیگه. تماس گرفتم با پلیس، اطلاع دادم که آقا همچین اتفاقی در این لوکیشن 2 روز پشت سر هم دیگه داره اتفاق میفته. تلفن من رو گرفتن، تلفن اون خانوم رو هم دادن. چند دقیقه بعد پلیس با من تماس گرفت. موضوع رو سوال کرد، براشون توضیح دادم و گفتم که 2 روز پشت سر هم اتفاق داره میفته. پلیس گفت چشم، ما توی اون منطقه گشت اعلام میکنیم و گشتمون رو بیشتر میکنیم. یه دفعه این نکته به ذهنم رسید، دیدم که این آقایون دزدها چقدر جالب موضوع استراتژی اقیانوس آبی رو دارن رعایت میکنن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که میان توی یک محله چند روز پشت سر هم دیگه این کار رو میکنن، یک نفری شبیه من پیدا میشه، اطلاع میده به پلیس تمرکزش رو اون منطقه و ناحیه بیشتر میکنه و 3-4 روز که اون اتفاق میفته دوباره یک کسی شبیه من پیدا میشه، اطلاع میده، یک عده پلیس میرن توی منطقه دیگه. این آقایون دزدا هر زمانی که پلیس توی یک منطقه تمرکزشو بیشتر میکنه مهاجرت میکنن به یک منطقه دیگه و اقیانوس آبی رو انتخاب میکنن. دقیقاً در کسب و کار این اتفاق باید بیفته. یعنی وقتی که شما میخواید یک محصولی تولید بکنید یا یک محصولی عرضه بکنید، دوستان عزیز من، باید به اقیانوس آبی توجه بکنید. متاسفانه در بعضی از کسب و کارها تولید برای مارکتینگ یا فروش بازار تعیین میکنه، میگه این محصول من تولید کردم برو بفروش، در صورتی که این کاملا اشتباهه. باید اقیانوس آبیتون رو پیدا بکنید، مزیت رقابتیتون رو پیدا بکنید، بعد محصولتون رو تولید بکنید. ممنونم از اینکه توجه کردید. بر مدار موفقیت باشید. یا علی مدد.